گفتیم سیوم از شکننده های اسلام چطوری که میگوید من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم کفر. سیوم شکننده اسلام، مؤلف کتاب میگوید کسی که کافران را، مشرکان را کافر نمیشمارد، کسی که مشرکان را، کافران را کافر نمیگوید، یا که شک میکند در کفر آنها، یا که شک میکند در کفر آنها، یا که آنان را، مذهب ایشان را درست میشمارد، پس کافر میشود. همین یکی از سیوم، شکننده سیوم که بر این فاعل آن، کننده آن کافر می شود. اجماع علما است که کافر می شود. و در اینجا می گوید که مراد گفته مشرک ها کیند؟ مشرک ها یکم کافر اصلی، کافری که کافر است، یهود و نصارا، غیر این بت پرستان و اتئیستان و خداناشناسان و اضافه می شود به آنان، به کافر اصلی کی؟ آنانی که در ردت، آنانی که از دین گشتند، دین را ترک کردند، مسلمان بودند و دین را ترک کردند. در چی؟ از دین برگشتند، مرتد شدند. عالمان اجماع کردند به کفر آنها. چرا؟ زیرا که این تعلق دارد به چی؟ به آن چیزی که معلوم است از دین به ضرورت، معلوم است از دین به ضرورت تعلق دارد. چطوری که کسی که مثلا بعث، یعنی که دوباره خیزی، دوباره برگرداندنی خداوند روز قیامت آدمان را بعث میگوید، یا که روز قیامت را انکار کند، رد کند، یا که یکی از آیت های خدا، کتاب خدا را رد کند، انکار کند. این یکی از چی؟ سبب های رده به حساب می رود. سبب هایی که صاحب کننده انکار، فاعل انکار چی می شود؟ مرتد می شود. اگرچه بعث را انکار کند، روز قیامت را انکار کند، اگر آیت از کتاب خدا را انکار کند، پس این او را به چی می برد؟ به ردت می برد، به مرتد می شود، که شبهه اینه است که وی چی؟ کافر است. و چی طوری که قاضی عیاض رحمت الله علیه میگوید در این مسئله اجماع عالمان است. پس گفت اجماع است بر آن کسی که یهود و نصارا را کافر نمی شمارد. یهود و نصارا را، اجماع عالمان است که کسی که یهود و نصارا را کافر نشمارید، کافر حساب نکرد، پس او کافر است. و هر یکی که دین اسلام را ترک میکند، هر کسی که دین اسلام را ترک میکند، یا که یا که چی؟ دو دیله می شود در چی؟ در تکفیر آنها، یا که شک میکند، پس او هم کافر می شود. این را کی گفته است؟ این را قاضی عیاض رحمت الله علیه. و دلیلانی که دلیل آوردند آنها که میگویند
سوره مائده آیت 72 چطوری میگویند؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آنانی که گفتند خدا همان مسیح، خدا همان مسیح، خدا همان مسیح فرزند مریم است، یعنی که عیسی است، به تردید و به گمان کافر شدند. و حال آنکه مسیح گفت، ای بنی اسرائیل، ای فرزندان بنی اسرائیل، خدا یکتا را که پروردگار من و پروردگار شما است بپرستید. مسلما هر کسی به خدا شریک ورزد، به تردید و به گمان خدا بهشت را بر او حرام کند و جایگاهش آتش است و برای ستمگاران هیچ جاوری نیست. باز خداوند میگوید در همین آیت 73 همین سوره: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الله میگوید که آنانی که گفتند خدا یکی است، خدا یکی است از این خدا یکی از این سه تاست، یعنی خدا یکی از این سه تاست. کی این سه تا؟ پدر، پسر، روح. یقینا کافر شدند، حال آنکه هیچ معبود جز خدای یکتا نیست. و اگر از آن چی میگویند باز نایستد، قطعا به کسانی که از آنان که به سبب چنین اعتقادی کافر شدند عذابی دردناک خواهد رسید. باز خداوند میگوید در سوره توبه آیت 30: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. خداوند می فرماید و یهودان گفتند عزیر پسری خداست و نصارا گفتند مسیح پسری خداست. این گفتاری به دلیل و برهان، به حجت است که به زبان می آورند و به گفتاری کسانی که پیش از این کفر ورزیده اند شباهت دارد، مانندی دارد گفته های آنها. خدا آنان را نابود کند چون که منحرف از راه راست دست کشیدند. گفتیم که مشرک چی معنا دارد؟ مشرک کیست؟ مشرک در بر میگیرد همه کافران را، از جمله یهود و نصارا و بتپرستان و کمونیستان و آنانی که خدا را تماما نمی پرستند. آنها همه اینا مشرکان هستند. همه آنها را در یک سرجمی می آرد که او سرجمی چی است؟ شرک است به خدا. پس یهودان مشرکان هستند. برای چی؟ برای آنها به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نه آوردند. نصارا مشرکان هستند. برای چی؟ برای آنها به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نه آوردند. آنها عیسی را پرستیدند.
وثنیا بت پرستان مشرکانند، مجوسیا مشرکانند، آتش پرستان مشرکانند، منافقان مشرکانند. پس کسی که همین مشرکان را کافر نگفت او کافر است. و چی طوره که گفتیم کسی شک کرد در کفر آنها، در کفر یهود و نصارا و دیگران وثنیان، فهم چی است؟ کافر می شود. و کسی که مذهب آنها را درست شمارید، چی طوره که کسی پرسیدی آیا نصارا کافر است؟ گفت که نه. اگر حجت بیان کردی، دلیل آورده از قرآن و سنت که انکار کرد و رد کرد و گفت آنها مسلمان چند کافر نیستند، پس او هم کافر می شود. اگر گفت که من نمیدانم که آنها کافرند یا نیستند، پس باید آنان را باید به حجت و به دلیل بیاری که آنها چی؟ که بفهمند. اگر که نفهمیندند و رد کردند، پس آنها از جمله چی می شوند؟ از جمله آنان. و چطوری گفتیم خداوند عزوجل می فرماید در سوره بقره در آیت 156: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. ای پس هر کی به طاغوت، به شیطان، بت و هر طغیانگری است کفر بیورزد و به خدا ایمان بیاورد، بیگمان به مستحکمترین دستگیره یا که دستاویز استوار دست زده است که گسستی ندارد، ای که جدایی ندارد و خداوند شنوا و داناست. پس در اینجا دو امر است. کسی که چی؟ به طاغوت کفر نورزد و به خدا ایمان نیارد. یکی چیست؟ کفر به طاغوت. گفتیم طاغوت چی است؟ طاغوت هر یک چیزی که خلاف شریعت اسلام، هر یک چیزی که بنده حدود سرحد حد خود را تجاوز کنه در او، از چی؟ از معبودی را، متبوعی را، پیرو شده را، اطاعت کرده شده را تجاوز کند. در حق معبود و متبوع خود که خداوند است او را تجاوز کند، همون حدی که خداوند برای او گذاشته است. پس طغیان چیست؟ طغیان این تجاوز کردن یک حد، تجاوز کردن سرحدی که خداوند گذاشته است یا که حدی گذاشته است. و معنای کفر و طاغوت چیست؟ باید بیزاری جستن از عبادت غیر خدا، بیزاری جستن از عبادت غیر خدا و نفی کردن و انکار کردن و بد دیدن و دشمنی کردن اهل اون آدمانی که طاغوت را می پرستند. این چی است؟ این کفر به طاغوت است. ای بیزاری جستن از هر یک معبودی که از هر یک معبود مگر خداوند. و دویم گفتیم چیست؟ ایمان به خدا آوردن. کفر به طاغوت، کفر به طاغوت و ایمان به خدا. کلمه لا اله این نفی است. چی نمود، چی چیزی که است اون را خداوند نفی میکند مگر خدا، مگر معبودی به حق باشد. خداوند معبودی به حق است تنها. برای همین
اگر که انسان به طاغوت کفر ورزید و به خدا ایمان آورد، پس او به مستحکمترین دستگیره یا که دستاویز چنگ زده است. چهارم، من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. پس کسی که گمان میکند یا که اعتقاد میکند که راه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر از راه پیغمبر دیگر راه‌هایی هستند که پرترند، راسترند، یا که حکم دیگران از حکم پیغمبر پرتر و درستر است، مثل آنانی که برتری میدانند حکم چی را؟ حکم طاغوت ها را بر حکم خدا و رسول، حکم طاغوت را از حکم خدا و رسول، پس او کافر است. یعنی که کسی که اعتقاد میکند که راه یا سیرت یا طریقتی دیگران از راه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرتر و کاملتر است، یا حکم دیگران از حکم پیغمبر بهتر است، مثل دیگران که برتری میدانند حکم طاغوت را از حکم او، پس او کافرند. اشتاره که شیخ عبدالعزیز بن باز میفرماید، میگوید که در این قسم داخل میشود کسی که گمان میکند یا اعتقاد میکند که قانونهایی که آدمان آنها را گذاشتند بهتر است از شریعت اسلامی، یا که برابرند به شریعت اسلامی، یا که جایز است یا که رواست حکم کردن به این قانونها، حتی تا آنه که اعتقاد کند که حکم به شریعت اسلامی بهتر است، یا که نظام اسلامی تطبیق کردنش در این عصر روانه است، یا که نیک نیست برای این عصر، یا که او سبب هست برای عقیمانی مسلمانان، پس باز بگویند که شریعت راه او فقط چی است؟ علاقه با پروردگارت و باید در دین و باید در دنیا دخالت نکند. پس این همه چیست؟ این همه انسان را به کفر میبرد. پس باز کسی که بگوید که ادا کردن یا اجرا کردن حکم خداوند مثل بریدنی دست، یا که سنگسار کردنی زانی که زناگر شوهر، یا که مردی که زن دارد، یا که شوهر مردی که زن دارد، یا که زنی که شوهر دارد، مناسب نیست برای این عصر. یا که کسی که روا بداند، اعتقاد کند که رواست حکم به غیر خداوند در معاملات، در حدود و در دیگران، اگر حتی اعتقاد کند که شریعت اسلامی برتری دارد ولی حکم به این شریعت ها درست است. چرا؟ زیرا که او این قانون ها، این راه های دیگری هستند، اینها را مباح دانست، حلال دانست، و حلال دانستن آنچه که خداوند حرام کرده است، این یکی از چی است؟ یکی از چیزهای معلوم آشکار از دین به ضرورت.
مثل زنا، مثل خمر نوشی و ربا و حکم بچی به غیر شریعت اسلامی. پس میگوید که چی است؟ کافر است به اجماع المسلمانان. پس چی؟ حتی اگر که گوید که شریعت اسلامی راه پیغمبر بهتر است، ولی از او از راه پیغمبر دیگر شریعت ها، دیگر حکم هایی هستند که بهترند، پس او در این حکم داخل می شود. پنجم، ان من ابغض شيئا مما جاء به رسول صلی الله علیه وسلم ولو عمل به کفر. پنجم میگوید کسی که بد میبیند آن چیزی که پیامبری خدا برای ما آورد، بد میبیند او را، با وجود اینکه به اون کار، به اون چیزی که پیغمبر آورد به او عمل میکند، ولی او را بد میبیند، کافر میشود. یعنی که بد دیدن آن چیزی که پیغمبری خدا آورد، بد دیدن شریعت را، بد دیدن حکمهای اسلامی را، با وجود این اگر عملم کند چی؟ از اسلام خارج می شود. پس رسول خدا برای ما چی آورد؟ برای ما نماز، روزه و تعدد زوجات و چی؟ و تعدد زوجات. این معنای چرا؟ در معنایی که زن گرفتن از یک تا زیاد، این میشه تعدد زوجات. یعنی که زن گرفتن از یک تا زیاد، 2 و 3 و 4. اگر کسی که این حکمها را بد دید و غیر این حکمها را، پس از اسلام خارج می شود. پس برای همین باید زنان بفهمند، خانومان و بانوان بفهمند که تعدد زوجات را بد نبینند. برای چی؟ برای که حکم خدا و رسول است، حکم خدا و رسول است. ولی او را این را، ولی طبیعت زنان که این را بد میبینند یا که این را دوست نمیدارند، ولی حکم چی؟ حکم شرعی را باید بد نبینند. اگر حکم شرعی را بد بینند، از اسلام خارج می شوند. یک مردی که در چی؟ زن گرفت و عدل نکرد، پس برای اون سبب شود که زنان بد بینند، بانوان بد بینند. این روانه است. اگر که حکم شرعی را بد دید، پس این چیست؟ پس خیلی این ردت از دین می شود. برای که آنچه که خداوند او را فرود آورد، او به ضرر ما نیست، او به فایده ما است و او را ما باید بد نبینیم. چطوری که خداوند میگوید در سوره محمد آیت رقم 9: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. میگوید این برای آن است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است خوش ندانستند، بد دیدند. پس خدا هم اعمالشان را تباه و بی اثر کرد. برای همین ما باید هوشیار شویم، بفهمیم که آن چیزی که خدا و رسول برای ما نازل کرده است، از روزه و از زکات و
از حج و از دیگر چیزهایی که است، آن را ما باید با او عمل کنیم و او را باید بد نبینیم. و کسی که بد دید آن چیزی که خداوند، آن چیزی که پیغمبری خدا آورد، پس این معنای آن را دارد که او خدا و رسول را بد می‌بیند. خدا بد دیدن آن چیزی که پیغمبر آورد این معنای دارد که پیغمبر را او دوست نمی‌دارد، بد می‌بیند. برای همین ما باید چی؟ آگاه و هوشیار باشیم و آن چیزی که خداوند حتی از جمله حدودی که نازل کرده است، مثل دستبری یا که درزنی یا که سنگساری، همه اینا رو باید ما چی؟ بد نبینیم. چرا؟ زیرا اینا چی هستند؟ وقایه هستند، آگاهی برای مردم از دستکشی از گناهان. ششم، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ششم میگوید کسی که تمسخر یا که مسخره میکند به آنچه به دینی، به آنچه که از دین رسول خدا، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هست، یا که به ثواب او، به اجر او و ثواب او و عقاب او، پس کافر می شود. چطوری که دلیل گفت قرآن خداوند عزوجل می گوید قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ایمانکم، قد كفرتم بعد ایمانکم. پس میگوید خداوند اگر از آنان درباره سخنانی ناروا، از آنان اگر از ایشان یا که آنها درباره سخنانی ناروا و کردارهای ناهنجارشان بازخواست کنی، بپرسی، میگویند مراد ما طعنه و مسخره نبود، مراد ما طعنه و مسخره زدن نبود، و بلکی با مسخره نبوده و بلکی با همدیگر چیکار میکردیم؟ با همدیگر بازی و شوخی میکردیم. بگو آیا به خدا و آیات او و پیغمبرش شما بازی و شوخی کرد؟ میتوان بازی و شوخی کرد؟ بگو با چنین معذرت‌های بیهوده عذرخواهی نکنید، با چنین معذرت‌ها عذرخواهی نکنید. شما پس از ایمان آوردن کافر شده اید. چطوری که شیخ عبدالرحمن ابن سعدی میگوید اصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. چطوری که مفسری بزرگ میگوید عبدالرحمن سعدی اصل دین به چی بنا شده است؟ اصل دین بنا شده است به چی؟ به تعظیم شماریدن خداوند، بزرگ شماریدن خداوند و بزرگ شماریدن دین او و رسولان او، بزرگ شماریدن خدا و دین او و رسولان او، و استهزاء تمسخر کردن، مسخره کردن به چیزی از آنها. این چی است؟ این مخالفی همین اصل است. اصل چیز گفتیم؟ اصل تعظیم خدا و دین و رسولان او. وقتی که آدم تمسخر کرد به چیزی از آنها، از این سه چیز، پس او چی است؟ مخالفی همین اصل است. باز شیخ ابن باز می فرماید وقد اجمع العلماء قاطبة على ان المسلم متى سب الدين او تنقصه او سب الرسول
صلى الله عليه وسلم أو انتقصه أو استهزأ به فإنه يكون مرتدا كافرا حلال الدم والمال. پس میگوید عالما اجماع کردند که مسلمان وقتی که دین خود را دشنام داد یا که از دین خود را پس زد، دین خود را زشت شمارید، یا که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را دشنام داد، یا که از قدر و قیمت او را پس زد، یا که تمسخر یا که مسخره کرد او را، پس چی می شود؟ پس مرتد کافر می شود، خون او حلال، مال او حلال می شود. برای همین استهزا کردن به روزه، به زکات، به جنت، به آدمان نمازخوان، این چی است؟ این استهزا به دین خداست. استهزا به دین خداست.